آخرین مبحث اتوکد دو بعدی رو اختصاص دادم به تنظیماتی که این پایین وجود داره تحت عنوان استاتوس بار، نوار وضعیت، که اون رو در این جلسه خدمت شما ارائه خواهم کرد. اولین گزینه که اینجا مشخص هستش موقعیت موضوع نشون میده و در حقیقت مختصات هست که همونطور که می‌بینید کنترل به اضافه آی کوردینیت یا مختصات رو میتونه برای ما فعال یا مثل الان غیر فعال کنه که من کنترل آی رو میزنم و اون اینجا فعال میشه، الان نشون داده میشه و میتونید شما ببینید. اگر راست کلیک هم کردید میتونید بیاید حالتهای مختلفش رو ابسولوت مطلق باشه، نسبی باشه یا حالتهای دیگه. و گزینه بعدی گزینه هستش که گرید و F7 هم هست، فعال و غیر فعال سازی شبکه راهنما هست که این شبکه رو اینجا شما میبینین، شبکه راهنما برای درک بهتر. و گزینه کنار دست اون که اسنپ مود هست و در حقیقت F9 هم کلید میان برون هست، باعث میشه زمانی که من بخوام شیئی رو ترسیم کنم مثل لاین، ببینید مستمند به نقاط چسبندگی پیدا میکنه و شما میتونید کارهایی که خطوط اونها مستقیم هستن یا نهایتا مثل این 45 درجه هستن رو با سرعت بیشتری ترسیم کنید. در ضمن اگر که اینجا ما کلیک کردیم میتونیم بیایم اسنپ ها رو به صورت پولار قرار بدیم، یعنی حالتهای پولار فعال بشه، و یا اینکه بیایم سراغ، ببینید به این صورت بیایم اسنپ ها رو فاصله شون رو تعیین کنیم. اجازه بدید ابتدا من رو کلیک راست گرید فعال کنم که به گرید بچسبه همون شبکه، و اسنپ ستینگ اگر فعال بشه فاصله بین چسبندگی ها میتونه مثلا 1 واحد باشه که هر دو برابر هم هستن به خاطر این تیک، یعنی اسنپ ایکس اسپیسینگ فاصله بین ایکس وای چه حالتی باشه. و حتی میتونیم بگیم که توی فضای کاغذ هم این فعال باشه، توی فضای بلاک هم فعال باشه، توی فضای دو بعدی و سه بعدی هم فعال باشه که این خود گرید هست اینجا. و باز غیر از اون میتونیم بگیم که فاصله بین اون شبکه مثلا 2 واحد باشه که میتونید تعیین کنید، و زیر مجموع تقسیماتش چقدر باشه که میتونید اینجا این کار رو انجام بدید و روی اون کار کنید. حتی برای داینامیک یو سی اس که برای سه بعدی هم هستش رو میتونید اون رو هم فعال کنید. ببینید به این صورت من اون رو تنظیم کردم 2 واحد باشه، یعنی به فاصله بیشتر، ولی چسبندگی همچنان فرق میکنه اعدادش، یعنی شما چسبندگی رو میتونید متفاوت بدید نسبت اون، یعنی وسط هم این حالت رو داره و امکان برخورد وجود داره. در ضمن غیر از این شما میتونید بیاید به صورت ایزومتریک فعال کنید اون رو. به این صورت من میتونم فعال کنم و نقشه های ایزومتریک طراحی کنم. حالا کسانی که در رشته های مختلف درس های نقشه کشی رو داشتن درک میکنن که ایزومتریک چه سبکی هست و شما میتونید بیاید حالت ایزومتریک رو داشته باشید. من این رو ترسیم میکنم به این صورت، این رو اضافه رو حذف میکنم، باز لاین میزنم، مثل این که من در حقیقت توی فضای سه بعدی مثلا لوله کشی پایپینگ هستش. ببینید دقیقاً میتونیم لوله کشی رو داشته باشیم، ارتفاع میدم مثلا، و اشیا مختلف رو میتونید در جهات مختلف به این صورت که میبینید ترسیم کنید که این میشه گفت یک روش برای ترسیم ایزومتریک هست که به این سبک نشون داده میشه. و توی ستینگ اینجا میتونیم اون رو رکتانگولار یا ایزومتریک فعال کنیم که من این کار برای شما انجام دادم. خب حالا غیر فعال میکنم هر دو رو. میریم سراغ بعدی اینفر کانسترینت هست، همون قیدهایی که در این مبحث باهاش آشنا شدیم و تونستین روی اونها کار کنید. حالا این اتوماتیک سازی اونها هستش که میتونید شما بیان همون پنجره تنظیماتش رو فعال کنید و روی اونها کار کنید که خب حالا نیاز به این قضیه نداریم. گزینه بعدی داینامیک اینپوت هست که F12 اجرای اونه. اگر این فعال بشه، مثلا من دستور سیرکل رو بخوام تایپ کنم، زیر اشاره‌گر موس منو باز میشه. وقتی هم که انتخاب بشه، حالا چه سیرکل چه لاین چه هر دستوری اینتر بزنم، من ببینید زیر موس مختصات رو میتونید تایپ کنید. دور تا دور موس هم زاویه و طول به این صورت نمایش داده میشه. خب البته من شخصا ترجیح میدم که فعال نباشه، یعنی F12 رو میزنم تا غیر فعال بشه. چرا؟ چون که حالا یک مقدار توی دست و پا میاد و کار کردن باش یه خورده سخت میشه، فضا رو خیلی زیاد اشغال میکنه. حالا اون سلیقه هست که میتونید شما این کار رو انجام.
و اما گزینه بعدی که F8 هست اورتو مود. من اگر اورتو رو فعال کردم فقط در جهات اصلی میتونم ترسیم رو انجام بدم. حتی با مختصات میتونیم جهات فرعی، این پیش‌فرض حرکت موس هست که با F8 میتونیم رو تعیین کنیم. مثلا در این راستا 3 واحد، خب من موس رو میارم 2 واحد اینجا، دیگه نیاز به مختصات هم نداریم. 3 واحد اینتر، فقط کافیه از اینتر کمک بگیریم و جهت رو تعیین کنیم. گزینه بعدی گزینه هست که اسمش هست پولار که با F10 هم فعال میشه. من اون رو فعال میکنم. زمانی که لاین فعال بشه یا حالا هر دستوری دیگه در امتداد موس من پولار طول و زاویه رو حالا تقریبی نمایش میده، 4 جهت اصلی رو پیش‌فرض نمایش میده و شما میتونید توی منوی اون مشخص کنید که چه زاویه هایی رو نمایش بده. من اگر 10 رو انتخاب کردم یعنی هر 10 درجه فعال میشه و شما میتونید برای هر 10 درجه اون رو ببینینش. حتی میتونیم ما بیایم سراغ ترکینگ ستینگ و اینجا مشخص کنیم که غیر از 10 درجه بیا زاویه مثلا 15 اینتر، زاویه که حالا وجود نداشته باشه 23 اینتر رو هم فعال کن غیر از اون 10 تا. یا ما میگیم هر 30 درجه فعال شو و 15 و 23 رو هم جدا فعال کن. یعنی من الان اینجا ببینید موس رو حرکت میدم 15 23 30 دیگه بعدی میشه 60 90 چون 30 درجه بود. پس اینجا این کنترل رو میتونیم داشته باشیم و از اونها هم کمک بگیریم. اینهایی که من فعال کردم. میام سراغ بعدی هست ایزومتریک درافتینگ که حالا 2 حالت داره. ببینید که پیش‌فرض اون غیر از پیش‌فرض 2 حالت داره، لفت تاپ و رایت، که میتونید حالا جهت ترسیم رو مشخص کنید که کدام یک از این جهات باشه. این برای ترسیم توی حالت ایزومتریک بود که میتونید از اون هم استفاده کنید. میام سراغ بعدی همون اسنپینگ هست که شما میتونید این رو فعال کنید. مثلا اینجا زمانی که حتی کلیک راست هم میتونید بزنید مشخصات کامل اون رو داشته باشین. اگر این فعال باشه، حتی من رو فعال کنم، موس رو من حرکت میدم، کلیک میکنم اینجا، حالا میتونم در امتداد اینجا برخورد به این دو رو داشته باشم. ببینید این برخورد نهایی بین دو شی هست. یه بار دیگه مثلا من موس رو میارم اینجا کلیک کنم، خب برخورد بین این دو کلیک کنم که دقیقاً ببینید اینجا میشه. حالا میتونیم کلیک بزنیم اینجا. پس با حرکت موس میتونیم ترکینگی داشته باشیم که F11 هم از کلید میام برو. و اما اسنپ که با اونها آشنا شدیم و کامل کار کردیم. انواع چسبندگی ها، آبجکت اسنپ ستینگ رو اگر من فعال کردم همه اونها رو میاره. اند انتهای نقاط، مید پوینت وسط اشیا، امتداد انتهای خطوط هستش، وسط سنتر مرکز دایره و کمان، نود دسترسی به یک نقطه هست که البته 3 حرفی اونها کارایی داره، کوادرانت 4 نقطه اصلی روی دایره، اینسرشن در حقیقت اینترسکشن برخورده بین اشیا هست که میتونی ببینید مثلا من این دوشه برخوردشون یک نقطه هست. اکستنشن امتداد هست. اینسرشن دسترسی به متن و بلاک، اسنپ متن و بلاک هست. پرپندیکولار عمود هست. تانژنت موماس نیرست نزدیکترین نقاط روی شی یا همه نقاط روی شی. اپرنت اینترسکشن که در حقیقت میشه نقطه برخورد نهاییش، یا پارالل هم که حالت موازیه. میتونیم همه اونها رو فعال کنیم، همه غیر فعال یا اونهایی که نیاز داریم رو فعال کنیم و اینجا F3 فعال بشه. بعدی شو هاید لاین ویت اگر فعال بشه و ما توی حالا لایه ها ضخامت داده باشیم، لایه ها اینجا ضخامت رو میبینیم. اگر توی لایه ها نداده باشیم همینجا میتونیم اون رو تعریف کنیم که با چه ضخامتی نشون داده بشه. خطوط ما البته که توی لایه ها 100% بهتر هست. گزینه بعدی ترانسپرنسی، اگر که اشیاء من دارای خاصیت شفافیت باشن اون شفافیت رو اینجا نشون میده و شما میتونید اون شفافیت تو لایه تعریف کردن رو اینجا ببینید که حالا این رو ما نیازی نداریم. گزینه بعدی گزینه هست که برای UCS استفاده میشه، F6 هست و بیشتر توی 3 بعدی کارایی داره. توی 2 بعدی برای ما کارایی نداره ولی صفحات 3 بعدی رو به طور اتوماتیک تشخیص میده.
گزینه بعدی مقیاس هست که به صورت اتوماتیک بر اساس حالا تکنیکی تحت عنوان انوتیت فعال میشه و میتونید اون رو فعال کنید. این هم که حالا مقیاس اون هست که حالا مفصل روی این کار کردیم. و اما اینجا هم که تنظیماتی هست که وارد فضای سه‌بعدی میتونیم بشیم. از این طریق ما اینجا میتونیم این کار بکنیم، وارد فضای سه‌بعدی بشیم. میتونیم اینجا بیایم فضاها رو عوض کنیم، مثلا 3D مدلینگ حالات کامل تری هست از سه‌بعدی با ابزارات بیشتر. و اینجام که حالت مای اسپیس اون که در جلسات اول اگه حالا دقت کرده باشیم باهاش آشنا شدیم که من حالت درافتینگ که پیش‌ورزم هست رو فعال میکنم. اینجام که ما میتونیم واحد رو کنترل کنیم که کدام یک از این زیر مجموعه باشه. و اینجام که اگر که من این گزینه رو که اسمش هست کویک پراپرتیز فعال کنم، با کلیک روی هر شیئی یک توضیحات مختصری اینجا که لایه، رنگ و طول، حالا یک سری جزئیات هست به ما نشون داده میشه. حتی من روی این دایره اسکیپ میزنم، روی این دایره کلیک میکنم، ببینید غیر از اون مرکز، شعاع، حتی شعاع رو میتونیم اینجا تغییر بدیم، مثلا این 75 از 1 اینتر، ببینید میتونیم تغییر بدیم. یا دایره‌ای که بر اساس مساحت مثلا 4 واحد هست ترسیم کنه برای من که بقیه‌اش رو به دست میاره، که اینجا میتونیم این رو فعال کنیم. گزینه بعدی بهینه‌سازی سخت افزار که همون کارت گرافیک هست رو اینجا میتونیم ما فعال کنیم. شما میتونید با راست کلیک و ستینگ اون رو اینجا فعال کنید. شتاب سخت افزاری که بیشتر توی سه‌بعدی برای ما مفهوم داره و توی دو بعدی خب حالا درصدش کمتره، مثلا نرم شدن خطوط رو میتونیم فقط مثال بزنیم، کار دیگه ای به اون صورت برای ما انجام نمیده و این قدرت گرافیک رو میبره بالاتر. اینجا تنظیم ارور حالا پرینت رو نشون میده. اگر ارور داشته باشیم اینجا توضیحاتش رو میده، چون ما حالا پرینتر رو غیر فعال کردیم اینجا این پیام رو نمایش میده. و اینجا هم که تراست نشون میده که نقشه ما ایراد داره یا نداره که اینجا مشخصه. و اما گزینه بعدی ایزولیت هست که خب این هم جالبه. ببینید ایزولیت رو من همه رو انتخاب میکنم، این دو دایره داخلی رو انتخاب میکنم و حالا ایزولیت رو کلیک میکنم. ایزولیت زمانی که ایزوله میشه لایه‌ای در حقیقت همه پنهان به غیر از این دو، و بعد هم میتونم اون رو اند بدم یعنی پایان بده. مثلا این رو انتخاب میکنم همه به غیر از این پنهان بشن، خب میتونیم اینجا اون رو ایزولیت یا هاید بشن یا بالعکس عمل کنه ایزولیت بشن. پس این دو گزینه هم اینجا وجود داره. کنترل 0 هم که اینجا هستش، ببینید کنترل به اضافه عدد 0 تمام منوها رو پنهان میکنه و ریبون رو که بتونیم به صورت تمام صفحه اون رو ببینیم. و اینجام که تمام اشیایی که اینجا وجود داره از طریق این گزینه فعال و غیر فعال میشه که تمام اونها رو من حالا تقریبا فعال کردم و شما میتونید تمام اونها رو ببینید. اینا همین گزینه‌ای هستش که اینجا وجود داره. خب امیدوارم از این ویدیو که آموزش دو بعدی بود استفاده لازم رو برده باشید. در مبحث 3D و سه بعدی مجددا در خدمت شما هستم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.